بنده امین فردین و همراه تیمم اینکه علا برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4750 تومان؟ سلام جام جهانی. متهمان خانواده بنیتا رشم تولدی که ناتمام. جعبه سیاه کشتی را برنامه اینترنتی پشت پرده. برای تیم پشت پرده نه اصلاح طلب مهم هستش و نه اصولگرا. ما به بالهای سیاسی اصلا اهمیت نمیدیم. پشت پرده. دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک توضیح کوتاهی در خصوص سامانه ستاره 780 مربع میخوام به شما بدم که چند وقتی هستش که برنامه پشت پرده فوکوس خودش رو روی این سامانه به عنوان غول تبلیغاتی صدا و سیما ایران داره فعالیت میکنه و تبلیغ به صدا و سیما میده. بهتون بگم که کلا صدا و سیما ایران آب میخوره میگه 780 مربع، نمیدونم صبونه میخوره میگه 780 مربع، همه برنامه‌ها شده ستاره 780 مربع. تو این روزها و یک شرایط خیلی راحتی فراهم شده برای بحث ارزاق سال جدید ستاره 780 ستاره 5 مربع. خیلی نکته مهمیه. 780 به عنوان یکی از یارهای قدیمی خندوانه و شما که براش خیلی مهمه شریک شادی شما باشه. و جالبه که پنل مدیریتی سامانه ستاره 780 مربع اونجوری که در سایت خود ستاره 780 مربع و سامانش نوشته شده در اختیار شرکت تهران اینترنت هستش به عنوان یک شرکت سهامی خاص که تحت نظارت بانک اقتصاد نوینه. ما در مستندی که روز گذشته منتشر کردیم از سه رأس مثلث شرکت تهران اینترنت که به عنوان بانی سامانه ستاره 780 مربع هستش صحبت کردیم. از شخصی به اسم حمیدرضا قاسمی، اونجوری که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران هم نوشته شده و در سایتش نوشته شده. آقای حمیدرضا قاسمی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هستند. نفر دوم رو که نامش رو بردیم آقای سهیل نادری بود که بیش از 98% افرادی که در تهران اینترنت یا در سامانه 780 کار میکنن نام سهیل نادری رو شنیدن، اما اسم اصلی ایشون مهدی نادری جهرمی متولد وین اتریش هستن. و جالبه که یه شخصی که داره یک همچین پستی هستش چجور تابعیت یک کشور دیگر رو داره. و جالبه مهدی نادری جهرمی هم طبق این اساسنامه رئیس هیئت مدیره هستش. و از یه شخص دیگه ما اومدیم توی مستند نام بردیم به اسم پریچهر صالحی که عنوان ایشون هم هست رئیس هیئت مدیره. خانم پریچهر صالحی که همسر سهیل نادری یا همون مهدی نادری جهرمی هستش که همین خانم پریچهر صالحی خیلی از شرکت‌های اقماری که دارن کارهای اقتصادی میکنن در تهران در اختیار خانم پریچهر صالحی هستش. اما یک نکته جالبی که وجود داره در آخرین اطلاعاتی که ما داشتیم آقای محمد نجیبا رأس سوم مثلث ستاره 780 بود که اینها اومدن یک تغییراتی در اساسنامه شرکت دادن و نام محمد نجیبا را از تهران اینترنت به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره و رأس اصلی مثلث ریاست تهران اینترنت کشیدن بیرون و خانم راحله نجفی رو عضو هیئت مدیره کردن. حالا خانم راحله نجفی کی هستش؟ به کد ملی 2069 2042 26 ایشون همسر محمد نجیبا هستن و خیلی جالبه دوره همن دیگه. این همسر اونو میکنه مدیر عامل، اون همسر اینه که میکنه مدیر عامل و اصلا ما با اینها فعلا کار نداریم و هدف این هستش که ببینیم که داره چه اتفاقاتی در رأس مدیریت این افراد میفته. و یه نکته جالب بگم که تهران اینترنت از دو حالت خارج نیست، یا باید یه شرکت قدیمی بالاتر از 19 سال سابقه باشه یا یک شرکت دولتی باشه. چرا؟ چون اگر شرکت دولتی نباشه نمیتونه نام تهران رو برای اسم شرکت خودش انتخاب بکنه، چون تهران، ایران این اسامی هستن که برای ثبت شرکت ممنوع هستن. اما فرضیه دوم که این شرکت یک شرکت قدیمی باشه درست‌تر هستش و ما در مستندمون هم این قضیه رو اشاره کرده بودیم که این شرکت کارت‌های تلفن و اینترنت در سالهای 80 تا 81 و 2 میفروخت. اما مسئله اصلی که وجود داره این هستش که سامانه 780 که بانی و مدیریت اون رو شرکت تهران اینترنت داره تحت نظر بانک اقتصاد نوینه، ولی چرا اینها چک‌های میلیاردی 3 میلیارد 4 میلیارد 5 میلیارد چک‌هایی که رقم‌های نجومی هستن رو از بانک‌هایی مثل بانک پاسارگاد، بانک ملت، با امثال بانک تات میکشن؟ و نکته جالبتر به شما بگم که
این آقای محمد نجیبا که همسر ایشون خانم راحله نجفی عضو هیئت مدیره و جزو نفرات اصلی شرکت تهران اینترنت هستن، ارتباط و کانکشن های قوی با بانک تات، بانک پارسیان و بانک پاسارگاد دارن و ایشون یکی از کسانی بودن که ارتباط قوی با آقای دسفولی دارن، مدیر عامل ایرانسل و اسپانسر یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری در سال 1392 بودن، همین آقای محمد نجیبا. و ایشون مرکز اینترنت تهران و چند تا شبکه و شرکت دیگه هم داشتن این آقای محمد نجیبا که بسیار آدم پیچیده‌ای هستن و خیلی سخت میشه از ایشون اسناد به دست آورد و قطعا وقتی خودشون این وایس رو بشنون شوکه خواهند شد که چجور نام راحله نجفی که همسر ایشون هستش لو رفته که یکی از اعضای هیئت مدیره کردن خانم راحله نجفی رو. و بعد مدیران هفشتاد بیان توضیح بدن که چرا از بانک‌های رقیب چک میکشن. خیلی سوال ساده، ما اصلا نمیخوایم به کسی تهمت و افترا بزنیم یا بخوایم جریان سازی بکنیم یا بخوایم جو رو متشنج بکنیم. در قالب یک خط بیان توضیح بدن چه جور چک مجوز رو از بانک اقتصاد نوین میگیرن، بعد میرن چک شرکت رقیب رو میکشن، اونم در وضعیت اقتصادی حال حاضر ایران که 1 ریال هم برای بانک ها 1 ریال هستش، برای مؤسسات مالی 1 ریال هم 1 ریاله، چون دارن رو به ورشکستگی میرن. خیلی از مردم بابت اینکه پولهاشون در بانک ها هست و پس گرفته نمیشه دارن حسابی شکایت میکنن از این بانک ها و باید بیاد توضیح بده که چه جور چک رو از یک بانک دیگه میکشه. سپاسگزارم.